آیا حجاب ساخته جمهوری اسلامیه یا خیلی خودمونی بخوام بگم، عامیانه بگم، حجاب کاردستی جمهوری اسلامیه؟ چرا حجاب به عنوان نماد جمهوری اسلامی انتخاب شده؟ خود حجاب چه ویژگی داره که به لحاظ این ویژگی قدرت استفاده به عنوان نماد یک جریان انقلابی، یک جریان تمدنی رو پیدا کرده؟ به عنوان یک موضوع فردی حجاب میتونه عامل مصونیت فرد باشه، میتونه عامل افزایش و تعمیق معنویت فرد باشه. شما به عنوان یک امر معنویت افزا بهش نگاه کنید، به عنوان یک امر مصونیت افزا بهش نگاه کنید. میگید که حجاب چه از منظر پوشش، چه از منظر عفت نگاه، از منظر عفت کلام، عفت رفتاری، داره جامعه سالمتر، معنویتری میسازه. این در واقع یک پله بالاتره، یعنی یک امر فردی تبدیل میشه یک امر اجتماعی. من به عنوان یک تمدن پژوه ترجیح میدم که حجاب رو از منظر سوم، از سطح سوم نگاه کنم و حجاب رو یک مصداق کنش تمدنی ببینم. نگاه تمدنی یعنی یک نگاه جمعی معطوف به آرمان‌های مشترک. غرب حق داره با زن محجبه مسلمان دشمن باشه، به خاطر اینکه این زن تحصیل کرده، فهیم، فعال اجتماع، فهم، دانشمند، با پوششش تمام ادبیات دنیای مدرن رو به تنهایی به چالش کشیده. تو این نگاه تمدنی مسئله حجاب دیگه نمیشود فقط اینکه روسری شما 10 سانت بالاتر رفت یا پایین‌تر رفت. مسئله شما می شود عمر و انرژی و ظرفیتی که شما به تناسب این دنیای جدید داری میسازی یا نابود میکنی. که ما بچه هامون رو، رویای نوجوان ما مهاجرت به جهان غربه، به دنیای غربه، خودش رو برای اون آرمان آماده و مهیا میکنه، وقتی که توی این آرمان حجاب و پوشش و حیا و حریم جا نداره.